اجرا کردن یک ضربه حرفه‌ای توی بیلیارد نیازمند یک سری اصول و تکنیک خاصه. قدم اول استنس یا ایستادن. اگر که دست راست هستید پای راست، اگر که دست چپ هستید پای چپتون رو تکیه‌گاه قرار میدید و پای مخالفتون رو خم میکنید. قدم دوم گرفتن چوب یا گریپ. انگشت شست و انگشت اشارتون رو دور چوب حلقه میکنید، 3 انگشت دیگر رو دور چوب جمع میکنید طوری که چوب رو خیلی سفت نگیرید، به همین سادگی. قدم سوم پل دست یا بریج. دستتون رو روی میز قرار داده، انگشتتون رو باز میکنید، کف دستتون رو قرص میدید، انگشت شستتون رو به انگشت اشاره میچسبونید و یک تکیه‌گاه درست میشه برای قرار دادن چوب. قدم بعدی ایمینگ یا هدفگیری. از مرکز پاکت تا مرکز آبجکت بال یک خط فرضی ترسیم میکنید. از مرکز توپ آبجکت بال تا مرکز توپ کیو بال هم یک خط فرضی ترسیم میکنید و به توپ فرضی کیو بال ضربه میزنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. اینجا باشگاه بیلیارد رایان هست، واقع در کیان پارس 5 شرقی. برای آموزش های بهتر تخصصی تر میتونید با من در تماس باشید.